گردت خوب نشد؟ نه گرده کاش که یک رقم یک دفعه سیخ میزنه. یک رقم گلگکا بود در دواخانه. فردین روان میکدی؟ فردین میره و فردین ماما دوا میره. عالم قسال ابی نبودیم 15 سال. حال ما چی کنم؟ حال دخترها میگه ما نمیخوایم پدر ما. حال ما چی بگه؟ میگه پدر ما میگه نامارم از بر تو در خانه بیا بر. حال نظر تو چی هست؟ نظر ما چی نظر بتم خورک؟ ما چی نظر بتم؟ برای یک 4 تا قوم بشان، یک 4 تا ری سفیده بشان که گپ دیه. گفت اونجا که ما بودم امروز ما زندگی میکردم. جان صدقی سر جان مادر چرا میاد که میشی برای زمان میگی؟ میگن اگه مامای مثلا سعی جدی میگفت که چی اینی قطعه نبودین اینی قطعه لابرش بگیرین لباس آرسی کلی چیزا میگفت حالا نمیتونم میگه. بچه حال مریم میگه خروار پیسه در پیش از کس کجا کردی تو پیسه را؟ پیسه چی مادر؟ بعد که گفته پیسه ندارم من پیسه چی دارم؟ یعنی که در خانه خوشت مندت خورد باز چی بالا؟ نه والا خب تو را خود از این مدت خود حالا نکو. بخوره خب از تو پوت میکنم. دیگه یک کلمه گپ تمام نگرم مشنام دخترم. بس اینمی گپم است. مادر خیر خو مورم در کو. خیلی مار چخه که میگم تو خواهم دمو گپ خود استی که ماشون پدر کدوم پدر؟ یک دفعه گفتم دو دفعه گفتم با خود از آدم گفتم دیگه این طرفانه بیا. باز دل چرا شلگی داره که بیایا؟ او بچه اینی خورد داروسی شد نه؟ امروز صبح خانه جور شو میره خانه خود. تو مارسی میشی امروز صبح میری. از پیشم شوی میکنی میری. ما داریم خانه. ما به او ضرورت دارم، ما دنان ضرورت دارم، ما جوری دارم، ناجوری دارم. من ناجور شم امی غم مرا کی بخوره؟ تا امروز کی غم؟ من تا امروز آرسی کردم نکردم نه؟ آرزو رفت آسنات رفت من آرسی کردم نکردم. بعد از یوم نمیکنم هیچ ضرورت ما آرسی ندارم. من امروز زندگی میکنم دیگه چی کار دارم؟ به خاطر خودم به خاطر من میزنی زندگی تو تباه میکنی؟ من زندگی رو تباه نمیکنم مادر. من نه خوش ندارم آرسی رو به خاطر تو آرسی نمیکنم من. میشه بچه نمیشه ای گبی چی مادر جان بچه دختر جوان هستی تو آدم بخشیده تانستی؟ یعنی تو را قانع سعی کن مادر درک نه ساخته بچه من میره شما مخوا تو می خانم هستی مرا درک و به جای من قرار بگی. شما جوان هستین امروز صبح اولاد در دنیا بیارین اما توقع داری که اولادتان کلاش. آره شما خیلی شوی کردین رفتین بچه این مادر جان اگر شوی میقسم کنه غارش میکنم موضوع فرق داره برو بیایا. این پدر کدام پدر از پدر که قدر سال گم بود آمده تو میبخشیش مادر میگه دلیل با هم بگو نمی دلیل منطقی بود که ما بخشیدمش. آره میفهمم گفت ما نمیتونیم بخشیده. آره این دلیل گفتم بچه. آره تو میخوای تو خود یک سیاست رسی میخوای که زندگی از یه خراب شه به خاطر من؟ مادر زندگی خراب نمیشه. من نمیگه که چی گناه داره چی عیب داره که نه مادر زندگی مردم مهم نیست مادر. سی میکنه نمیکنه به زور خود نیست. مردم چی مهم است ما؟ عالمی اولاد اشتباه به مردم نگرده. روزوی خود برای یا شوهر کنه یا جوان از زندگی مادر نمیخوایم تا قدر سال نکنیم بعد از یوم نمیکنم آرسی. یعنی من خود تو زندگی دارم مادر و آدم بخشید یک تو خلاص.
الو خدای باش ما بیایم تا بالا زنش خورد شکمک خدا سیر کرد اول که بیادرم آمده باید مردنا لقت مبته دیگه تا بالا زنش های شنوش کرد دوران کرد بگی کدوسنا هلو بچه اگر فردین و اسناد با گفت ما میکرد گمش که چی بگویم بعد گمش کو. امروز دست یک حالت نمی بودم چی میگی؟ یعنی بیادرم شکر خدا شکر که بیادرم پیدا شد چرا ایت روشن خواب شد که پیدا شد ما امروزتر که حق میگیرم نامراد شده در حال چرا دهی واده حق میگیری حال بگو که آمدیم چشم روشنی باز حق گرفتن تا بر یک چند روز بعد بیا حال بگو چشم روشنی آمدیم کم دل بیادرتان خوش شوه بگو یکی نخوار مرا دوست داره که چشم روشنی آمده آمد باز دکه دفعه بیا باز بیادر حق خدا دعا کنم حال یک دم خیز نپردو 15 سال بعد پیدا شده و بینید بریده شوه تو هم حق خودم حق آسنات میشه حق آسنات میشه والا خیر اون بخشی تو هم سر کلا خدا به خوب پشت آسناتش نگه اردوش از خودم میشه اردوش از خودم چیز هم سر کلا خودم نه بابا اردوش حق خودم میشه ما چطور کنم دیگه مجبور هستم که برش تو یکان چیز بیارم یا بیخی خوی اشتکانه پیدا کرده نمیفهم که چه قسم میره خب دیگه معلومات نیست جوان است یکان تو تحریک میکنه حتما میره مجبور هستم که به یک رقم نه به یک رقم یه نازقار شوار دارم دیگه سال که تو یک روز نمیقدر با ما هیچ چیز ناورد خواه بلکه زنش آمده یک روز انرژی بیار که چیپس بیار خربوزه بیار یا الله خیر کجا با خیر هیچ گفتم روی اولی برو بیا ریولی چی میکنی بیا تو از خاطر تو رفتم اینیا رو آوردم بیا یا الله خیر بیا دیگه بیا میشم جاک ما آمده رایستم دیگه آمده رایستی بیا که آره تو خیلی توشتم کنیم که تو دیگه میره کل چه بر تو آوردم اینجا قرار بگی بی خب بچه دلیل تو با ما چی دلیل نداره به می دلیل که دلم خوش شوه چه زار آوردی دیگه سال که تو بخدا ای ماما خوب است کاش که یک هوای ما رو مقیم داشت هم حسودیم میشه هم خوش میشه خوب است بازنش هم نقمه کن خودشون نمیخوام هر وقت جنگ کوچیکت کنی که نان نخو ناز کن میره خوب بقل باشه هرچی میگیره ناز کن من برم حالیشم زن اولاد از او جنگ و جنجال کنی او شوخ ده بر تو اعلام میته صبر زمو زنش پیدا میشه اولادش پیدا میشه باز یک شوخ ده بر تو اعلام میته خب برو در خانه و جایت مادر تو ما نمیشناسیم کو زن از او چی رقم آدم است اولاد از او چی رقم آدم هستن ما چه فهم یک دفعه میامره تو جنجال دوباره میگیره یک مریض است مادر ناق کدام چیز میشه بگم سعی کن مادر یک گپ خلاصه ما نمیخوایم پدرم در این خانه باشه خودت خیره اما قدر ما رو درک و بفهمونه اما آدم بگو دیگه در این خانه نبیاید ما نمیخوایم ما رو درک کنین بفهمین گپا چرا نمیفهمین جان مادر من نمیخوایم که زندگی خور تباشه از خاطر ما بچه یعنی گفتم اون مادر جان فرق سعی کنی ما سلمو فکر کنم ما قبول کردیم نه اون مادر بکردیم ما زندگی کنه زن اولاد از تو را میمونه تو را میمونه زن اولادش قیامت مادر زنش که باشه دیگه میگه مرغ بیرون سنا آمد درون سنا میگه نه تو سعی کنی یکشم دیده میتونی یکشم تا پستا کو خود نمیتونی زنشم میوام است تو مستی ما زازور قدر سال زندگی کرده قسم گپاره میزنه او قدر سال عمر زندگی دون نمیتونه او ریلا بده او چی میخوایم او بر میخواد دونه تربوز از دست خود بگیره خب اما تو رو چگونه آموزنه دیگه خدا این دفعه آمد بعدش میگم گپ یک طرفه میگم میاد دیگه میگم مورا فراموش کیا منه مادر چرا زندگی خراب میکنی تو عادت کردی خیر آموزن بیچاره خودت گناهی نداشت حتما برش دروغ پدر ما خراب بوده پدر ما می کار کرده او زن بیچاره باشه او اولادای بیچاره چه گناه داره که زندگی از رو تباه کنی خیر ما بیچاره نبودیم ما بیچاره بودیم ما بیچارگی قبول
بیچاره هستی مادر. ما میگم تو ما را اینقدر تو چای لادا ما بیچارگی را قبول کنیم. خیلی دیگه چی بگویم؟ سفید میکرم میگه میزنم میگم یا زود تیر چی از مادر زندگی ما خراب شد. ما خو بی پدری را تیر کردیم. درد ما سر از او به رنج ما سر از او به نه بیای مادر خیر ما درکشان میکنیم. ما گفته آرزو ما بی پدری تیر کنیم ما کس دیگر دیدن نمیتونیم رقم. خیره که او یک زندگی ما رو مثلا پدرم تباه کرد. ما نمیتونیم زندگی از او رو تباه کنیم. ما مثل از او نیستیم. خیر من چی کنم تا مادر جان فراموش کو پدرم فراموش کو. فکر کن مرده خلاص دایش نامده بود خلاص. خیر سبا که شوی تو من نگاه میکنن. ما نگاه میکنم مادر جان چرا نگاه نمیکنم؟ بچه بس سر چشمای جای داریم مادر نگفت که در پیپی روغنم که درو کنی پس بکشه میگه الله سرم خشک است. مادر چرا داماد نگاهی کنه خب ما هستیم. مادر چی هستی مادر جان؟ بچه باز من کار میکنم به صلاحیت خود ندارین بچه. داریم چرا نداریم خیر ما را درک کو ما صلاحیت میگه صلاحیت خدا نداریم. خیر چی ما ارسی نمیکنم مادر امروی دستم آرزو همینجا است. آرزو جای نمیره. خیر عبید میگه همینجا بیشتر خانه از جای است. کجا میره عبید؟ باز اگه در صورت که آدم قبول کردی خواسته که دی خانه بیه باز من میرم از اینجا اونم بیایم. خیر باز من چی کنم؟ این آرزو میره و خانه شوی خود میره. من چطور کنم؟ من به کی میمونی مادر؟ با هیچ کتاب راضی نمیشی مادر. صد که بگویم یه چیز با تو. جگر خون کردی. این خب بی عقل است. این خرد است. نه عقلش کار نمی. این قدر گپ سر گپ نامد شوش قار کد خانه را الا داد رفت خانه پدر خود. سبا میبره. سعی که مادر جان دخترت ملامت است. سعی که امروی آبای چی رقم روی میکنه. اولو جدا سی که نگاه کردن من تو رو با آبای آرزو نمیمانم. من میفهم من هستم امروی مادر چرا در تشویش عزیز که من رو داماد نگاه کنه و دیگه هیچ چرا تو مثلا از آرزو بره خانه خود و باید بره خانه خود هر کس درای خود بره. من تو رو نگاه میکنم مادر. من امروی تو زندگی میکنم. خب و خدا این شکر میکشم که نال دیگه زندگی ما خوب میشه آرام میشم. اگر دیدم که بیادر مرا حق داد از اینجا گریوی خدا خلاص میکنم. خوب یه خانه خوبش بر خود گرو میگیرم. کنی که سرش آوم نخوری که یک دفعه موتورسیکل نخری. چی میگی تو؟ دیوانه است. دیوانه اوج خانه پای پاچایی است. خود را بسیار بده. یک 5 لک بده دیگه زیاد خانه میدی. 5 لک میشه 2 لک اینجا چند میشه 7 لک. 7 لک بهترین خانه 2 منزله رو برام گرو میده. 2 طاقه کم میده. 2 طاقه جایت میشه. اینجا هم خوبی خزاره میده که تپ تاریک است. برگم شو گذران چی تپ تاریک است. قرار آرام خاستی بیگه بسخن خاستی گوشک خارام است. از اینکه جنگ کنید. خب بریم کال صدای ما رو نشنیده باشن. بشنوم ما بیز گیری خواستم میراث خور خواستم. میراث به ما میرسه ما خورش هستم. چی کنمش؟ حالا میرسه به وقت برسه به وقت بگی. تو با خدا زور دیوانه هستی به وقتش بگی. حال دفعه بشه وقت نه وقت نگرد. حق وقت نه وقت نداره بگی. بیا هستین یا نه؟ ما چم صدایشم صدا خونه. سلام چطور هستی زنکو جان؟ خوب هستی؟ چیال داری؟ چطور هستی؟ سلام جان سلام خوب هستی؟ جانک جور چیال داری؟ خوب هستی؟ خوب هستی سرطمان جانک سلام خوب هستی؟ جانک جور خوب هستی؟ سلام جانک جور خوب هستی؟ جانک جور هستی؟ جانک جور خوب هستی؟ چشمت روشن شکر که بیادرم بخیر پیدا شد آمد. چشمای خودت روشن زنده باشی. سلام اما خوب هستی خوب جانک جور سرطمان 1000 بار شکر کامد. بیای در خانه میشینید اینجا؟ نه بچه من اینجا خوب است. اینجا دلواز است. اینجا میشینیم. یا الله خیر. چطوری شاپی رای جان؟ شکر خوب هستم. خودت خوب هستی؟ سعتمن؟ شکر. خوب هستی؟ بیادرم خوب هست؟ فضل خدا خوب هستی. من هستیم بدوای کن. خوب هستی؟ جانک جان تو خوب هستی؟ سعتمن خوب هستی؟ شکر الله. کجا سیوارم؟ سیوار پیش زن دیگه شسته پیش ما خونیست؟ الو دیگه زن داره؟ یا زن داره. نگفته برای دیگه قصه نکن بر گنگس گل. خدایا تو بایی چی رقم دنیا است سعی که تو دیگه زن گرفته. گفتی اگه تا 15 16 سال باشه دیگه فرق. من هم یه رقم دلم گویایی میداد که دیگه توبه هم میتونیم بیادرم شکر هست مقصد زن من نکرده باشه. یگان دفعه میگفت دل سعید است نه؟
هگان دفعه دلم گویایی میداد میگه تو اینی زن کرد حتما. برو کار زن کرد چکنه حال شکر دختراش برابر البته این جرات پیش شما نبوده دیگه زن گرفته. نه اما جان تا چند وقت پیش خود مرده برآمده بود من چطور پس زنده شد یگان خدا نکنه شکر که زنده شد شکر کامد تاله ما برکت تاله ما قربان تاله خود چه خوب تاله دارم دعوا کو بگو حق ما رو بده اگر زنده می پس زنده شد چی که؟ چیز بیبی هستی جان میگه یک وقت مثل میگه او زن کرد دوله در گردن کرد نه نصف نانه کم کرد حالی 2 زن گرفته 2 زن داره حالی یک زن دیگه حالی بیشی دیگه میشه دیگه برو چی میکنی شاید بکرش کنی دخترها هیچ خوش ندارن ما معلوم که بیادر ما ببینیم سکی بعد وقتی یک بیادرم نیست شامتون پورا نمیشه چی دفعه کنیم برو که ماما یک علم چیزا بزنش یعنی مقدار جمع کرده بود برش جمع کردش بخور جور شده تو دلم درد نکنه سر مامای مادر حالا سعی که مالی نمی جمع کرد شنی سرسرکی داد نه یک روز چیز نبود که بگم تبریک باشه خوارزاده من زندگی خوب خوش داشته باشیم یه جزیگه پای چنان زنش که آمده دیگه کاربوزه بیاد نشون پنیر بیاد که اگر آدم انرژی و نمیفهم چی و چی کش کرده باش میاره نمی قبول مادر برون سر جور شد چرا نتوانم راتم کی دارم مادر مامای مثل مامای تا مام خوارش شما خوارش هستید من خوارزادهش هستم خوارزاده که هستی دیگه خب نمیکنم دیگه زنش هست دیگه نبیاره نبانه کدر نمیشه من خود دیدی چی رقم است ماما تو دیگه نمیتونه کار دیگه برازی ببرم جنگ دوش خبر ببرم سومی برابطی هر چی کنم ماما کم چی از دست از میه یک از شما مادر چیز نمیه یک از دست ماما چقدر چقدر قول مقال کرد چقدر کی روز اولم داد ماما چی کنم دیگه ماما رو معلومات نکو بچه خودم معلومات میکنم نه خودم معلومات نکو تالی ندارم مادر ولی دل خوش نیست و همیشه آوردیم برای خو یک روز نیست که امروز آورده باشم حالا ما رو میخوایی که من دلم خوش شوه نه؟ همی خب میخوایی دل خوشی مرا یا نه؟ خب نه چیزا دل مرا خوش نکو بی گپ مرا قبول کن سمیرا جان گپتم همیشه من نگفتیم که تو برو مثلا کور چپک کو یه گپ آسان برات گفتیم ما همیشه دا گفتت کردیم کدام وقت به گپ تو رو در زمین انداختیم خب بگی نمی گپ خب باز همیشه این زنی میگه که برات میارم که باش که تو بخوری یکم که اما تو جان بگیری یکم خوشخوی باشی مگم هر چی که میکنم باز من خب میگم گپ مرا قبول کن که من خوش شوم ما خود تو رو نگفتیم که مثلا گپ ناممکن نگفته باشم تو برو کور چپک کو سمیرا جان یک گپ گفتیم که امکان داشته باشه گپ ناممکن نگفتیم خب من تو دیگه قدر گرم نخو گفتی یکان تو حوصله کن من گفتمت که یک دفعه کردت گفتم که حالا من مجبور بودم خوارم مجبور بود شیرنی داده خب من پس رای حلش گفتم من تو کار کردیم رای حلش هسته رای حلش میفهمی ما در این قوم سر گشتاندیم سر ولی حالا خود نمیشه که ما اینه کار شد بیشه دیگه نام و نامو برای و نام تو هم یاد میشه دیگه تو خود نیست که نام و نام ما یاد شود حالا تو خانمی خانه هستی که گپ یاد شد با نام تو هم یاد میشه خب بانه نمیگم یاد شد بیخی یاد شد بان که حالا گپ ما قبول کنم ما سر قدر گپ مردم پای ماندم تو رو گرفتم بیا تو غیر نمیگی یک خانه مادر داری خلاص چشمای ما روشن چطور که یک دفعه به خوبی آوردی ما رو تا اینجا هر دفعه که آوردی در جنگ آوردی ما رو بیا مادر میگفتین هم خانه مادر خوش شدین شکر خوب شد که بخیر رسیدیم اگه در خانه باشیم یک روز خدا بشینی جنگ و جنجال همه ما دیگه تحمل کن اینجا باز ما بیایم خوشی تو رو تحمل کنم راستی خوب شد یادم آمد ترساندی ما گفتم چی گپ است یا خدا امروز صبح در اینجا یگان گپا میشه چی گپا حالا مادر چی از دیگر روز بیایی که نام خدا چاق شده منظورت نفهمیدم پدرت آمده خبر داری یا نه یک خور یک بیادرک در از بخیر میایا ای گپای بی‌تربیگی نزن به خدا شرم است چرا بی‌تربیگی بزنم چیزی که حقیقت است راست میگم تو بلا حول نه خوشیم هنوز جوان است آرام هنوز خوشیم جوان نه امروز سوا سعی کنی که یک دونه خیاش نگه که چیچه بلیاز خدا رو در بغل میگیرم چه چکر میبرمش چرا خندی کنم
دخترها خیلی هیچ خوش نیست که اینجا میاد سرش دیدیم بیادر مثلا که 15 سال بود از برای 15 نه بی چند سال بود شد؟ این 18 سال شد خب اولادای از اون 15 سال 16 نام سال خدا بیادر زده کویم نه با شاید مرا بشناسن او بیادر زده شاید احترام مکنن گم گفته یا خنه کنن بخرش تو با و به خدا اگه سیالم بگیرم و تو را یک زن گرفته که به چک چکا میپرانه الو نه خب بیخی سردلک تو یخ پرتو شکر سر یه زمین وقتی دیگه میگه گفت سر زمین بیادر زاده شکر کن آقا جان از ما که از هم کاکم شکر زیاد خبر دارم به تماس بوده خب ما چیز نه بچه چی خبر دارم خزم گپش معلوم میشه دیگه زن دلخواه خواهی می باشه زن دلخواه میفهمی یعنی که زن دلخواه زن دویمی که بگیره دیگه خلاص مگه میورزم جان نه نزن میگم مرد که زن دلخواه بگیرم زن اولی نازن میشم زن دویمی تاج سر میشم باز یک چند وقت تیر شوال خونه از دیگه کونه شوم پس همون نازن زن میشم آفر حالا خنا اونو موج البته خوش نیست که حالی جمعه دخترها قبول ندار چی کنم دولت سره جور شده و بیادر مادر جان چه شده؟ مولا غیری اون چیزایی در آدیان بره نه یک سیای دبنگ شده که بین دلم بد الو البته دفتر زیاد کار کرد از سیار شده بیادر حکم کاش که دفتر میخرید من دفتر زیاد بده سیار شده حالا روی خواهد دفتر میزد بس خدش تو کنه پای خدش خودم بزنه پای خود جراب بپوشه گرمی؟ خرج تو کنه از کدام سیاه شود افریقایی وار خواهدم دم گرمی هم خیلی جان با ما کار کرد غریبی کرد پیزا خرج خوراک ما را داد شد ما را کلام کرد این سرت دستان خواهدش که پشت گپ نگرده گپ از گپ میخیزه بخیز یک پیله چای بیارین کورد شام زن ایور جان دگه بنمانده ما قصه داره بده دختر نازم چای بینره جانم دیگه و پیش ما بود شاکره جا که بیادر تا گلواری نگاه میکرد گمشکا ایچ یاد نکن ببینی الو دوستا روی الو خدا نگاه حتما دستکاش ترقیده نه قسم زخکا نیست از اونو برمونه خونش مکروبی شده راست میگم شرم از برات میگم مادر اینم ترس مادر از خدای خود خواست و خداوند بر شوش پس آورد این امروز صبح تا هم رفتی بخیر پشت آرزو هم رفته پشت میخواد سلمان هم پس تو تیلا میکنه سن خارج خلاص میدان میمونه آقای بگوید امروز صبح بیای سعی کنی که دست پاش خینه کدگی درس برس هفت قلم مورش کدگی 6 تا کته میقاش چه کمک خوبش بریم بشو باشه شرم برای شوشش بگیرم براش که شوشش بگیرم واسه گو خودم برات میرقصم چقدر بیایاش دیم به خدا ننه از بچه بدتر است بچه از مادر ما گپ نزن مادر مگر چی است مادر تو خیال بدنام خو نیست مادرم چی بدنامی کرده برو اینا پسان خبر میشی باز مادرم چی بدنامی کرده برو خوب است که اگر زنم درستم پیدا شد سرنوشت معلوم شد هیچ چی کنم خور حالا باز که دخترها در جنجال هستم چرا؟ متوجه گپایت باش باشی برو نه مادر مرد چی کرد فهمیدی نداره خوش نداره میگه قصال بی پدری در دیر کردیم و عادت کردیم کار نداریم پیش ما باشه برم یه پیش از هم زن الو این اکسیم اومد به خدا زنده آی لای بس گرم است سلام علیکم دختر محمد سلام علیکم سلام علیکم بیاجی علیکم سلام خوب هستی بخیر هستی خوش مومن کرسی میبینی فقط ماشیم چی گپ چوکره با دیگرده مسیح دقیقه میرم میکنن خیستل شدیم کچان شما صدایشون هم دیگه نشنم خب سر شما تو زنشون شوه که بیخی من شرماندیم قسمت ما خراب است سر چی بگه میرم برم کوته که نکوی چرمی میخوام ماستین چرمی از این باب میپشم که سراسنی میکنم نمیشه نه دیگه مامای من فهمیده که نمیخوام سراسنش کنه است نمیتونه کنه دورنگی میکنه کارای میکنه بچه‌م مامان دیگه پنام میزنه نمیگه برای دو دیگه کلاو چی رو دار کرد از همون کارش که مرد با نزن خود کردم مادر نمی‌تونم خاطر سرش بخیر دیگه اعتبار ندارم سر مامان
خانه است اون موقع وقت ما خانهشون بریم آدم کلان است مامان است پیشش چیزی گفتن نمیتونم بیاد خب بازم خیلی ببینی که من قضیه میکنم که چیزام نمیگی بدیل تو هم دیگه چیز دلکت نگی بچه مولا دلت بکت نرگت کبوت برای ما بگو بچه مخ مادر تستم مخ بیانید نیستم چی کدام فایده کنه تا فایده نکردم روز دل درد دلت خود تیت میشه نه چی دیگه هر چی شد بد شد در ممکن نمیگفتم نه چرا بچه بیت بد نمیشه من مامان تو کتاز گذاران میفهمی که چه خلق رو فکر میکنم میخواد عزیزم چون رفت از اون جامعه چون روزم دخترش اگر نگوییم چه باشه کتاز زبان داده چی میگم مادر میگه روز چی میارس داروسی کوچه کدا کوچه از آروسی نتونست درخت من نیوالیش مچ مرس باروسی شما از اول میکردین مادر الله شما خو نه من دیگه مامان تو دیگه گفتم میتونست مامان تو کلان است ها شما خو یکی این مامان گفت شما گفتن نمیتونین بخی اصلا نه سر زمین خراب است شما مامان می چیز گفتن مامان شما مامان گفت من میکنم هیچ نمیکنم نه مادر مامان کلان است شما خب خیلی چرا بس آش چی میکنه مامان چیز گفتن نمیتونم میره پایزه کو بچه میاد دونم با ما نگفتیم دروشون گل نگفتیم چی حال ما بگیم مادر نمیشه که آدم چیز زن کار میکنه دیگه چی کنیم ما پس زنش بگردم زندگی مامان تبا میشه کم روزش خراب است کم زچی روز است نه چیز است ما بیشتر برای بیادر خود ما خودم دلم تنگی گرفت کاش که مادر یک جایی میبود از دستم فرار کردم میرفتم به چند روز آرام میشدم کجا بری بر چند جایی نیست یک جایی میداشتم میرفتم بس داشتم بیا ساعتون اضافه بودم تو چی کنم اونجا اون برو نمیره که مگلادیت است باز خدای بگم شکر دم خانه خود ما نه بچه نصیب قسمت چیزی که میکنه دیگه چیزا پول بدل میگم من تولی ندارم قسمت ندارم خب به قسمت نه مادر هم تولی داری هم قسمت داری جان مادر خود سقیچا گل مادر خود سقیچا میدونم بالشت گرفته میرم تا بسر این گپ خورده میگم قبول کو دیگه حالا تو هنوزم خوش نیستی نی؟ گفتم که اونجا حالا که تو چی بگویم؟ این حالا که بگویم باز قمک عصبانی میشی این گپای سابقه یاد کردنش هیچ خوب نیست خب خوب نیست ما خب ما اینی میگه سابق هست که بر تو یاد کردن رئیس ما این از کدوم قرن است که تو گفتیم یعنی خورزاده تبت حالا سر زد ما رفتی اونم کار کردی و نامزد کردی صحیح است تیر میشم از اون گپی که در سر گپ پایماندی خورزاده نامزدی بخیر میگه پار ما تیر میشه ما بگی دیگه تیر تبیار سعی که بگی امور پس میگم شیرینیش بگی لغو کن من نمیخورم باز نکو خیر ببینی بگی نمیخورم نمیخوری ما رسایی که در مقابل تو چی تو رسایی کن خودی خوردم منکر هستی خوردم منکر بگی نمیخورم بگی که نمیخورم بیارم کدام قاب نمیخورم بگی دیگه حالا گفتم که دایی رقم نمیشه که دایی عصبانیت و دایی پیشانش ترچی و دیگه حالا هر چی دیگه ببر تو میارم خود باره گپایم فکر کردی یا نه درباره گپایم فکر کردیم تو بگی تو حالا با فکر میکنی قبول کردی یا نه نه تو بیشی سمیرا جان حالا گفتم که تو قدر گرم نخو باشه حوصله کن خب ما گرم نخوردیم من اونم روز برات گفته بودم اونم روز گفته بودی بازم ما خود تا این روز حوصله کردم گفتم باش خود فکر کنی شاید کاته خوارم ما یک دفعه یک مشوره کنم بعد از این حالا به گفته از او حالا خوارم نگویم دیگه نکنم حالا تو که گپای میزنی یک کار ناشده میگی هر رقم که شوه نمیشد شوه او رقم راستی بر من گفته بود مرسل گفته بود که چیز در خانواده از نار تو مشناسی خب که شناخت زیاد داری خب مشناسی خود چند وقتیشون بودی خب بیاد خب مشناسی دیگه این حالا میتونی بگو بگی گمش بگو هر رقم میتونی لغو کنی بگی سگ چوم ما به جای تو میبودم من یک دقیقه لغو میکردم یک دفعه نظر از او گرفته شد که چی میگن امی خورزاده ناراضی است چی رقم است تو خب میگی من یک دفعه زبان خودش بشنم تو همین دو پاید یک موزه کردی که نمی کار اگر شدنی آمد شو اگر نشدنی آمد نشه اونمو شده نیست باید شوه شوی تو کده باشیش محبوب خودت کردی با جلابای من چی شد؟ الو یک شما او روشنیست شما سلام مریم جان او چی چپاش نگیره ایره مشخص کن یا چای چپاش یا چی روشنایی ساو روشنایی بیشیری خواستی؟ حمید آنجا خوب اوه چیه دیگه چیریش آشنا هست آرام بشیست
مریم است. تو چی میگی اینجا دختر؟ خوردن تو چطوری دیگه؟ معمولا چیریش تو آشناس توی چی میکنه اینجا؟ کجا رفتی بیا جی؟ چی حال داری خوشو؟ سلام که دیگر است بخیر هستی؟ اولاد چی باید میخوره اولاد؟ یا مولاد است که بر باید در نیدقسیت است. چرا خربوزه واره پوندیدی خورک؟ گمش که هر سو که میری میدی تا یک دفعه می 5 دقیقه در خانه نمیشینن. هر دقیقه قول است که باش که اونجا بریم باش که اونجا بریم باش که اونجا بریم. حال اولادت هست، حالا زن شک خوش باشه بر تو افتخار تو سگ، بر تو باید تو ده سیر گوشت بگیری که بچه و سنویت خوش هست. حال بچه و سنو خوش باشه مادر هر رقم سر سالت بیاید یک پرسان مادر نکنه. او تو اولاد تو سنویت بدت نمیخوره زرزت شما نیستن بهتره که لیت نباشن هیچ کارشان ندارم. چی کنم شان؟ البته نفهمیدم. جور هستم ناجور هستم پایدر هستم کمر هستم یک دفعه کسی یک پرسان بازخواست نمیکنه تمام ساعت دستش گرفته اونجا برو بیخی خاک کوچه در پاچه‌شان شیشته. خب میگه اگر پای افتم بیاد این ماف از گودانی نمیدانم در چشم به مالو میاد در پیشانی زنش از دگال نه زن پیدا که اوام زن ماف چی میکنی چی کار داری؟ مفت جفت بشی گذران تکو تو با خدا می خود سعی که زن بیاجا در جای ما قرار بده. فکر که این فردین بچه تو همین تو مریض باشی در خانه یک دوا یک چیز کار داشته باشی این زن بگیره چکر بره ورسو بره چی رقم میشی؟ بگو نه؟ شکر الحمدلله تو چطور دخترم خوب هستی؟ شکر مادر تو خوب هستی؟ جور صحتمند هستی؟ شکر خوب هستی. مادر جان بعد از وقتا که در روی آسینا پیکتر خنده دیدم. نه نام خدا چی شد جان کاکایمشون چای نخوردن رفته؟ ما چه بچه ما طاقت یازنه تو خواست جفسانی که من تو مادر چه نه دیگه بچه بس هستی خارج آمدی مردم یک چیز سعی رو میارد جابلی چیز که بردی چیز این خدا بکنم پیدا میشه یعنی ما شد کامده یا هم خواب شده چیز کامده بود بخور در خارج دیگه چیز پیدا میشن؟ سلما راستی باید تو چی میاوردی؟ کریم دندان صابون برش میاوردی که شما اصل چیزی که زدن عکس دایش مالم نشه چه آوردی؟ یادم رفت آرام بشید ما دیگه بود دیگه چی دیگه با نظر آی ببخشید به خیالت رفته بودستیم فردین دراز از خود نام دارم اگر دراز تو بسیسی چی فرق میکنه حالا چطور از آده خود چرا زورت میتن تو چرا زور میکنه من دیگه پا میزنم کجاست کیت نیست در کار است و آدم کارگر از در کار خود میده من تو باشه باید در قرار طرف نمیگه که زنها یک جای مجلس کنه بشینه دیدی بچه این بادا تا عبدالزاده یکی شد خیاش نو یاد نه چقدر شیرین میباشه شما چرا؟ یاد شیرینی زیاد کنست های تو خاص خو میگه چی کنی میگه درق گفته که تا دسته از خودم نباشه تبر مرا زدن نمیتونه امی بچه خودت نامرد است بچه خودت بی غیرت است باید تر تاج سر خود جور میکردن قدرت میکردن عزت میکردن که مادرم از برام ماشیشت سر پیشه خدا سفید کرد حال ما چطور این وقت پیری لابطه میشه مفخکته و کلان یک اولاد نمیشه چه قدم زامت میکشن هندو مسلمان بخو اولاد گفته که باش که اولاد ما آرام باشه گفتم نه و تو نبود بی غیرت نال بی غیرت شو نمیفهم که سازی بی غیرت چی شده یه چیز خوراندم خوشوش چی شده چی نشه ایت نمیفهمم وقت مادر میگفت جان میداد حالا خلاص مادر خوشو دقیقش نیست کل فساد که زیر پای آرسک تصال سکت این تغاره فتیروی ای بسیار دگر رقم زن است این فتیری میفهمی یا نه کل گاه پسر زیر پای آرست است تو از بچه هیچ وقت ندان تو باید بچه تا دلش در دست بگی که سرزت آروس بچه را از خود کو که بچه هم مجبور شد پیش تو ارقاید بده و که با جنگوی از او شروع شود حالا بسیار زحمت کشیدم برای بچه هر دقیقه شانده بهش نصیحتش کردم گفتمش گو بچه خیر از پشتش نگرد ولی پس هم زن پیدا میشه این نه دیگهش مادر کجا پیدا میشه گفتم برو پدرت پیدا کنی که باز مرا پیدا کنی همانه بابا خلاص یک جورم نمیاد اوه خدا چی بگویم بیادر توست کاش که یکم از تو یاد میگیره به خدا خیلی ما مامون رو میگیم نمودش خانه تبدیل شده
من یک راه چهار نشان بده. عالم بیادرت خب بیا یک باز تو میراز بگیریم. حالا خب دستی نمیشه دنو که دستارش یا دنو که کلاش خب پیسه نیست که تو را بطر بارمون در خانه صبر که خانه رو دست سر شدن فروش پرتون یا خانه رو بفروشه یا پیسه دار است چرا که دیگه زن کردن دیگه زن کردن میراث خورشم زیاد شده. میراث خورم زیاد شده. چی مشکل داره که شش نگیر رنگ برای ما کنه؟ هیچ مشکلی ندارم. اطلاع مدام باید مشکل داشته باشم. مثل ایوان تاریخ نیست قبلا برزن خدا و دردش خوبه. چه خوردن کجا هستن؟ چرا تحقیق میکنی؟ خب چند دقیقه پیش خوردن باز رفتن بیرون. حال تو تصویر شدید من تصویر گپ نمیدم چیز گپ میزدم. این مالا جونی چیست؟ چی هستی؟ این شمایی پدرم نیست. درباره چی نشته است؟ خب آرایش خب پدر تول زنگ زد. کت پدر گپ زن درست بود. حال خب کت خالد گپ میزنم. یک بدرنگ خدا را گرفتن. یک بدرنگ گرفتن که یعنی دیگه بیخی ما به ایران میمونم چطور از کجا پیدا کرد دمی هر جایی که میشنویم وی الو عروسکم کی رقم است کی رقم است کی رقم است قضیش تعریف میکنه. گفتم خیر حال تعریف